در حالی که تنش‌ها میان ایران و آمریکا از میدان جنگ به میز مذاکره منتقل شده، یک سوال جدی مطرح است: آیا این دیپلماسی واقعا مسیر صلح است یا فقط ادامه همان جنگ با ابزارهای متفاوت؟ در فضای بی‌اعتمادی مطلق، مفاهیم مانند موازنه وحشت، معمای امنیت و دکترین مرد دیوانه در رفتار دونالد ترامپ بار دیگر به کانون تحلیل‌ها بازگشته‌اند. از سوی دیگر، شکاف در داخل واشنگتن میان چهره‌های چون جی.دی. ونس و مارک روبیو و همچنین نقش بازیگران ثالث عین معادله را پیچیده‌تر کرده است. در این برنامه با مهمانمان آقای علی وداعی، تحلیلگر مسائل امریکا، بررسی می‌کنیم که آیا دیپلماسی فعلی راه برای کاهش تنش است یا صرفاً تغییر میان تقابل؟ آیا بازدارندگی واقعی میان طرفین شکل گرفته یا خطر جنگ همچنان جدی است؟ چرا بی‌اعتمادی همچنان پا برجا است؟ اختلافات داخلی آمریکا چه تأثیری بر آینده این بحران دارد؟ سناریوی فریز آتش چقدر پایدار است؟ و در نهایت آیا این بحران رو به پایان است یا تازه وارد مرحله خطرناکی شده است؟ آقای دکتر، سلام بر شما. بر برنامه هم خوش آمدید. با توجه به تحلیل اخیر شما، دیپلماسی به عنوان ادامه جنگ با ابزارهای دیگر توصیف شده. این پرسش مطرح است که آیا مذاکرات اخیر را باید نشانه از تمایل واقعی به کاهش تنش‌ها دانست یا صرفاً بخش از بازآرایی یا بازآرایش میدان نبرد در سطح دیگر؟ سلام عرض ادب دارم خدمت شما، خدمت مخاطبین محترم. آن چیزی که در میز دیپلماسی و مذاکرات داریم مشاهده می‌کنیم در حقیقت فرایندی هست به موازات آنچه که در میدان مشاهده کردیم. ببینید، یک نکته ویژه وجود داره. قبل از ورود به بحث باید دقت داشته باشیم. من همواره تاکید کردم آن چیزی که ما مشاهده می‌کنیم و اتفاقاتی که رخ میده محصول یک متغیر خاص نیست، بلکه ما با یک فرایند مواجه هستیم. زمانی که شما فرایند محور به موضوعات نگاه کنید، کنش و واکنش و تأثیر متقابل متغیرها در نهایت نتیجه رو مشخص میکنه. مذاکراتی که ما در اسلام آباد مشاهده کردیم فرایندی بودش که ذیل جنگ 40 روزه، جنگ رمضان، به نوع قابل بحث و بررسی هستش. فارغ از آنچه که در اسلام آباد گذشت، ما همزمان با بازگشت آقای دونالد ترامپ رئیس جمهوری امریکا به کاخ سفید شاهد تصاعد تنش‌ها بین تهران و واشنگتن بودیم. طرفین دارن تلاش میکنن سهم بیشتری رو از موازنه قدرت در غرب آسیا متأثر از فضای آنارشی میانه و روابط بین‌الملل کسب بکنن. نکته‌ای که وجود داره این هستش که ما شاهد رفت و برگشت بین دیپلماسی و نبرد در میدان بودیم. خب ما 6 دور مذاکره رو داشتیم، در نهایت منجر شد به جنگ 12 روزه. یک سری مذاکرات داشت انجام میشد، منجر شد به جنگ رمضان. رفت و برگشت بین مذاکره و میدان نبرد همه متأثر از فاکتور کاستن بنفیت، یعنی سود و زیان طرفین هست. اینجا مشخصا نکته‌ای که وجود داره و آن چیزی که ما در نشست اسلام آباد دیدیم این هست که به نوعی طرف در رابطه با نبرد در میدان ندارن، اما نکته ویژه و مشخص‌تر این هستش که عنصر زمان که پیش از این هم در رابطه باش صحبت کرده بودیم برای طرف امریکایی به نوعی حیاتی‌تر و تعیین کننده‌تر هست، چون اونها مسابقات جام جهانی رو در پیش دارن، چون جمهوری خان انتخابات دارن و در نهایت انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده. در مجموع چیزی که من میتونم خدمت شما، یا نکته‌ای که میتونم خدمت شما بیان کنم، آن چیزی که ما در میز دیپلماسی نگاه میکنیم و مشاهده میکنیم دقیقاً همون میدان نبرد هست، اما با ابزارهای دیپلماتیک و اصطلاحاً دیپلمات‌های کت و شلوار پوشیده اتو کشیده. بله آقای دکتر، در متن به دکترین مرد دیوانه و تلاش برای مهندسی ادراک اشاره شده است. روی کرده که به بازگشت دونالد ترامپ برجسته تر شده. این دکترین تا چه حد در قبال ایران کار آمده بوده و آیا واقعا توانسته محاسبات تهران را مختل کند؟
خب نکته‌ای که وجود داره فارغ از پرونده ایران، آقای دونالد ترامپ مبتنی بر دکترین مد من داره رفتار میکنه. خب سند امنیت ملی امریکا 2026 هم و بازگشت رو همه مبین این نکته هستش که آقای ترامپ داره تلاش میکنه غیر قابل پیش بینی باشه، داره تلاش میکنه بتونه از موضع قدرت برخورد کنه با موضوعات. در سایر اتفاقات یا پرونده هایی که به شکل ویژه دونالد ترامپ دنبال کرده، میتونیم بگیم رویکرد مد من توانسته به موفقیت هایی دسترسی پیدا بکنه. خب آن چیزی که در ونزوئلا دیدیم یا حتی بحث نظام تعرفی، اگرچه در ظاهر به نوعی منجر به عقب نشینی ناگهانی دونالد ترامپ شد که این هم قسمتی از رویکرد مد من به نوعی قلمداد میشه، اما در پرونده ایران به نوعی میتونیم بگیم امریکایی ها با یک هدف گران قیمت مواجه شدن، مبتنی بر نگاه مد من یا مرد دیوانی دونالد ترامپ. اهداف باید با ارزانترین قیمت و سهل الوصول ترین روی کرد به هدف خودشون و به ثمره خودشون دسترسی پیدا کنن امریکایی. اما تجربه جنگ 12 روزه و جنگ رمضان و اون چیزی که ما الان در تنگه هرمز داریم مشاهده میکنیم، با توجه به افزایش قیمت نفت، با توجه به تصاعد قبل میشن، به نوعی نشون میده که رویکرد متوازن تهران در مقابل امریکایی ها تونسته به نوعی مد من رو به چالش بکشه. آقای دکتر، با توجه به تاکید بر دیپلماسی قایق توپدار و نمایش قدرت نظامی در خلیج فارس، آیا آمریکا همچنان به ابزار قدرت سخت به عنوان اهرم اصلی مذاکرات تکیه دارد یا نشانه های از تغییر در این رویکرد دیده می شود؟ به سوال شما باید نگاه دقیق‌تری ابتدا به مفهوم قدرت داشته باشیم. ببینید در نگاه ایالات متحده مسئله‌ای که وجود داره همواره این هستش که مبنی بر نظریات ژوزف نای، اونها به دنبال قدرت، اعمال قدرت هوشمندانه هستن. خب ژوزف نای بیش از این در رابطه با قدرت سخت، قدرت نرم و قدرت هوشمند به لحاظ تئوری و آکادمیکی موضوعات رو تشریح کرده بود. آقای ژوزف نای پیش از مرگش انتقادات ویژه‌ای رو نسبت به رویکرد سخت دونالد ترامپ مطرح کرده بود. خب شما از کلیدواژه دیپلماسی قایق توپدار استفاده کردید، رویکردی که در قرن 18 امریکایی ها ازش استفاده می‌کردند، رویکردی که در شرایط مبارزات دیپلماتیک ناوگان جنگی اونها در مناطق مورد هدفشون به نوعی مستقر میشد برای اینکه بتونن به جامعه هدف خودشون اعمال فشار بکنن. آن چیزی که ما در تنگه هرمز داریم مشاهده میکنیم و اون مباحثی که پیرامون محاصره دریایی ایران داره مطرح میشه، در چند دایره متفاوت اما در هم تنیده باید مورد بحث و بررسی قرار بگیره. در نگاه ابتدایی این هستش که امریکا به دنبال اعمال فشار و اعمال قدرت علیه تهران هستش. خب فرایندی که پیش از این هم شکل گرفته بود در جریان جنگ رمضان هم به وضوح ما اون رو مشاهده کردیم. اما به شکل ویژه آن چیزی که در قلب این رویکرد داریم الان میبینیم این هست که مدل رفتاری ایران در تنگه هرمز و استفاده که تهران از یک سلاح ژئوپلیتیکی ویژه اتفاقی هستش که به نوعی برای امریکایی ها کاستم بنفیت، سود و زیان جنگ ایران رو به نوعی افزایش داده، قیمت تقابل با ایران رو. بنابراین ترامپ و امریکایی ها دارن تلاش میکنن با این رویکرد ایران به نوعی مقابله کنن با یک ابزار سخت. اینجا باید دقت داشته باشیم که مرز بین تمایل واشنگتن در رابطه با بازگشت به تقابل میدان و تلاش اونها برای رسیدن به موفقیت در میز مذاکره یک مرز خیلی باریک است. یعنی اینکه امریکا به شکل ویژه الان تمایلی به بازگشت در رابطه با نبرد دوباره نداره. خب میدونه ادامه و استمرار این موضوع در بستر زمانی میتونه تصاعد قیمت نفت رو داشته باشه. مضافاً اینکه نباید نادیده بگیریم که تهران تهدید به استفاده یک سلاح ژئوپلیتیکی دیگر در تنگه باب المندب کرده. فعال شدن تنگه باب المندب به عنوان یک اهرم فشار ایران میتواند قیمت نفت رو
به بالای $200 برسونه. یعنی اتفاقی که فکر میکنم در داخل خود امریکا تبعات ناخوشایندی خواهد داشت، مضافاً اینکه شما در اروپا شاهد تصاعد انرژی، افزایش انرژی، قیمت انرژی خواهید بود. اینجا یه نکته ویژه وجود داره. در فرایندی که ما خدمت شما ترسیم کردیم، در لایه بعدی شرکای اروپایی امریکا، مشخصا اعضای پیمان آتلانتیک شمالی ناتو، امتناع کردن از مشارکت با تهاجم علیه ایران، امتناع کردن از حضور در اون چیزی که ترامپ علیه تنگه هرمز و تحت عنوان محاصره دریایی داره دنبال میکنه. مجموع شرایطی که الان متصور هستیم با توجه به سیگنال هایی که طرف مقابل داره ارسال میکنه، من بیشتر فکر میکنم آن چیزی که در محاصرگی دریایی داریم مشاهده میکنی بیشتر تلاشی است برای رسیدن به یک نقطه مطلوب امریکایی ها ذیل دیپلماسی قایق توپدار، بیش از آن که بخوام به دنبال درگیری با ایران باشن. آقای دکتر، در این تحلیل مفهوم موازنه وحشت به عنوان عمل بازدارندگی مطرح شده است. می توان گفت که تهران و واشنگتن به یک سطح پایدار از بازدارندگی رسیدند یا هنوز خط عبور از این موازنه وجود دارد؟ ببینید، در کل کنش و واکنش هایی که ما داریم مورد بحث قرار میدیم، اگر از منظر رئالیسم بخوایم به موضوع نگاه کنیم، این موازنه وحشت و به نوعی میتونه عامل بازدارنده برای تهاجم باشه. زمانی که ایالات متحده احساس کنه موازنه وحشت به نفع اونها هست، به این سمت حرکت میکنه که علیه ایران وارد فاز نظامی بشه. در کل فرایندی که ما منجر شد به جنگ 12 روزه یا جنگ رمضان که ایران ازش داره یاد میکنه، اتفاق ویژه‌ای که رخ داد هستش که اون پکیج یا بسته اطلاعاتی که اسرائیلی‌ها به نوعی به کاخ سفید ارائه کرده بودن، به نوعی داشت تلاش میکرد که موازنه وحشت رو به نفع طرف مقابل به نوعی تغییر بده. مبتنی بر همون هم بودش که امریکایی‌ها چراغ سبز دادن به تهاجم و خودشون هم در نهایت وارد تهاجم علیه ایران شدن. اما نتیجه نهایی که ما در میدان نبرد دیدیم، آنچه تحت عنوان تاب‌آوری ایران در مقابل فشار سخت امریکا بنا به گفته آقای جان مرشایمر نظر دیدیم، در نهایت امریکایی‌ها رو برگردوند به میز مذاکره. در جریان نشست اسلام آباد هم باز ما دیدیم که طرفین تلاش کردن موازنه وحشت رو به نفع خودشون حفظ کنن. روی کردی که به نوعی ریشه در جنگ سرد اتحادیه جماهیر شوروی با ایالات متحده داشت، شاید بتونیم بگیم به عنوان موتور محرک و عامل بازدارنده در تقابل‌های فعلی امریکا با ایران به نوعی عامل تاثیرگذار هستش. بله آقای دکتر، طرف ایرانی میگوید که اونها برنده این جنگ هستند یا در کل ایالات متحده آمریکا را شکست داده است. چی دلیل به خاطر ازی است یا با اثبات ازی است که واقعیت هم ایران برنده این نبرد و این جنگ بوده است؟ ببینید، اینکه چه کسی برنده جنگ شده، واقعیت این هستش که هر دو طرف دارن این ادعا رو مطرح میکنن. مشخصا امریکایی‌ها هم دارن با همین کلید واژه دارن بازی میکنن. خب ما درگیر یک جنگ روایت ها هستیم. جنگ روایت ها روی کردی هستش که ادراکات توده های مردم و جامعه رو داره هدف قرار میده. مشخصا امریکا و شخص دونالد ترامپ نمیخواد در نگاه جمهوری خواهان و خاصه اردوگاه ماگا مغلوب باشن. خب ترامپ داره روی ترور مقامات ارشد ایرانی مانور میده. ترامپ داره تلاش میکنه اینگونه القا کنه که اونها توانستن به یک موفقیت استراتژیک در تقابل با ایران برسن. حتی از این مذاکرات به عنوان یک دستاورد داره یاد میکنه برای خودش. اما اون چیزی که در تهران حائز اهمیت هست اینه که ایران توانسته در مقابل تهاجم دشمن مقابله کنه و مقاومت کنه. فارغ از پروندگی ایران در جریان یک جنگ یا تجاوز یا تهاجم همه‌جانبه، طرفی که مورد تهاجم قرار گرفته اگر چنانچه بتواند تاب‌آوری داشته باشد، اگر بتواند مقاومت کنه، به نوعی برندگی اون میدان قلمداد میشه. فارغ از نتیجه نهایی خدمت شما عرض کردم، ایران توانست در مقابل تهاجم دشمن مقابله کنه. ایران توانست در مقابل هزینه‌های سنگین نظامی به نوعی
به نوعی مقابله به مثل کنه هزینه‌های اقتصادی که پرداخت کردن ایرانی‌ها. اما بنا به روایت پولیتیکو، اینکه تهران همچنان میتواند از خودش دفاع کند، اینکه ایران همچنان توانسته حاکمیت ملی خودش رو حفظ کنه، اینها نشون میده که آن چیزی که به عنوان یک هدف گذاری ویژه در واشنگتن مطرح شده بود در جریان تهاجم علیه ایران تا کنون محقق نشده. آقای دکتر، آیا هیئتی که آمده بود به پاکستان و مذاکره کرد همراه ایران، هیئت ایالات متحده آمریکا، آیا نمایندگی از اسرائیل میکرد؟ ببینید، نکته‌ای که وجود داره، ما در نگاه ابتدایی شاهد یک تغییر پارادایم در سطح رویکردهای دیپلماتیک ایران و امریکا بودیم. یعنی سطح هیئت اعزامی امریکا و هیئت اعزامی ایران خب یک سطح متفاوتی رو داشت در نگاه ابتدایی، اما اون چیزی که درباره جزئیات داره نشر پیدا میکنه و اون بحثی که تحقق پیدا کرده بود، 80% طرفین نزدیک شده بودن به یک توافق جامع، اما در نهایت با زیاده‌خواهی طرفین آمریکایی مذاکرات به چالش کشیده شد، نشون دهنده که یک بازیگر یا یک مؤلفه بازی خراب کن در نشست اسلام آباد بوده. مباحثی مطرح شده، جارد کوشنر و JD ونس، مسائل در این رابطه به شکل جدی داره مطرح میشه. یک سری انتقادات هم پیش از این در داخل نشریات امریکایی ما دیده بودیم در رابطه با رویکردی که امریکا از جنگ داشتن و اون انتقاد از کلیدواژه‌ای بود تحت عنوان چالش امریکا با دیپلماسی خانوادگی دونالد ترامپ. نکته ویژه اینجاست، من فارغ از نقش و مداخله‌گری اسرائیلی‌ها در نشست اسلام آباد دارم نگاه میکنم. زمانی که شما ساختار دیپلماسی امریکایی رو کنار میگذارید، حالا فارغ از جمهوری‌خواه و دموکرات‌ها و رویکردهای سنتی اونها، زمانی که بنا به گفته خود امریکایی‌ها دکترین 300 ساله اونها رو دارید به حاشیه میرانید برای اینکه صرفاً خودتون امریکا بیاید و با اون دیپلماسی خانوادگی خودش و دوستان خودش کار رو جلو ببره، قطعاً اون ظرافت‌های دیپلماتیک رو اونها نمیتوانند رعایت کنند. امریکایی‌ها همواره دایه‌دار این بودند که در روابط بین‌الملل و شاخه‌های علوم سیاسی پیشرو هستند. اما امروز ما داریم مشاهده می‌کنیم که یک چهره تاجر و یک عضو خانواده دونالد ترامپ به عنوان عناصر اصلی پرونده ایران و مذاکرات با تهران دارن ایفای نقش میکنن. بله، آقای دکتر، اسوشییتد پرس گفته که احتمال از این میره که مذاکرات پنجشنبه بار دیگر آغاز شود، یا هم در سوئیسرلند یا هم در کل در پاکستان دور دوم مذاکرات. شما چی فکر میکنین؟ آیا آمریکا و جمهوری اسلامی هر دو به میز مذاکره به بار دوم حاضر میشن؟ ببینید، در انتهای نشست اسلام آباد باید یه مقدار دقیق‌تر به ادبیات آقای JD ونس، معاون اول رئیس جمهوری آمریکا نگاه کنیم. آقای ونس در یک قسمتی از صحبتاش این نشست رو مثبت قلمداد کرد، در یک قسمتی این مذاکرات رو منفی قلمداد کرد. ما اشاره کردیم به بحث تغییر پارادایم در مذاکرات ایران و امریکا. مشخصا چیزی که وجود داره، من برداشتم این هستش که طرفین مبتنی بر دکترین من دارن همچنان رفتار و ادبیات خودشون با ایران رو دارن تنظیم میکنن، اما شما به وضوح میتوانید به این استنباط و به این نکته برسید که ایالات متحده همچنان تمایل داره که به میز مذاکره برسه. شخص دونالد ترامپ همچنان به شکل ویژه و فوری در کوتاه‌ترین زمان ممکن تمایل داره که به یک معامله با تهران برسه. هزینه‌های ادامه جنگ، اون دولایه‌ای که به نوعی محاصره دریایی شکل و فرم گرفته، اختلافاتی که در فراتلانتیک وجود داره، مدل نگاه و نوع نگاهی که در داخل افکار عمومی خود ایالات متحده به موضوع جنگ با ایران وجود داره، اینها عواملی هستش که برای کاخ سفید اعمال محدودیت میکنه. من اینجا نمیخوام نادیده بگیرم قدرت امریکایی ها رو، بحثی که در پیرامون جنگ مطرح شده، اما مسئله و چالش بنیادینی که وجود داره توسعه جنگ. آقای دکتر علی وداعی، از شما بسیار زیاد تشکر میکنم که در برنامه حضور یافتین. بینندگان گرامی، شما را هم به الله پاک میسپارم. وقتتان خوش.